شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای امروز. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اظهار تأسف از قضیه سقوط هواپیمای جنگی روسیه کرده است. هوشیار باشید، امام علی رحمان هر یک عضو حکومت، خادمان دولتی و جمعیتی و هر یک شهروند با آر و ناموس کشور را بار دیگر هشدار داد. همزمان سید مکرم عبدالقادر زاده نیز در خطبه نماز جمعه جوانان را از پیوستن به حزب و حرکت‌ها و گروه‌های افراطی هشدار داد. در روسیه شهروند تاجیکستان را برای عضویت در گروه حاجی علیم بازداشت نمودند. در مسکو باشد، پلیس باز دو شهروند دیگر تاجیکستان را با اتهام نگاه داشتن اسلحه بازداشت کرده است. در ناحیه جبار سولف، تاجران و صاحب ملکان بازار مرکزی از مجبوران کوچاندن آنها به بازار نوبنیاد اشراف اعتراف دارند. آوازخوان معروف تاجیک پرویز نظرف البوم نفت ترانه‌هایش را با نام مکی دومه یا امک در خانه وارد بازار کرد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با پخش یک اظهارات گفته است که حادثه سرازیر شدن هواپیمای جنگی روسیه در مرز سوریه و ترکیه با اندوه قبول کرده است و بنابراین به خویشاوندان و نزدیکان خدمتچیان حربی هلاک شده اظهار تسلیت بیان نموده است. جانب تاجیکستان با نظرداشت شرایط معاصر، موجودیت امرئی، وحدت و دستگیری متقابله را در مبارزه با تروریسم در سطح بین المللی و جواب مجموعی به دشمن مشترک تروریسم جهانی را مهم شماریده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با جانبداری از عملیات‌های روسیه در خاک سوریه می‌گوید که در این راستا معرکه ضد تروریستی گذرانیده روسیه جایگاه مهم را کسب می‌کند. تاجیکستان با جانبداری به عملیات‌های مشترک جامعه بین‌المللی علیه تروریسم اظهار امید کرده است که حادثه سرازیر شدن هواپیمای فدراسیون روسیه خالصانه ارزیابی شده و متشنج نمود وضع و به اعتدال آمدن مناسبت تیزتون شده روسیه و ترکیه مساعدت می‌کند. یادآور میکنیم که هواپیماهای جنگی سو 24 روسیه 24 نوامبر از جانب ترکیه در مرکز این کشور با سوریه سرنگون کرده شد. ترک‌ها هواپیماهای روسی را به عبور کردن حریم هوایی خود متهم میکنند، اما روسیه میگوید که هواپیما در خاک سوریه سرازیر شده است. 25 نوامبر سازمان پیمان امنیتی دستجمعی که تاجیکستان نیز عضو آن میباشد حادثه سقوط هواپیما را محکوم کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز جلسه حکومت باز از تلاش تبادلات عبدالعلیم نظرزاده سابق نایب وزیر مدافع تاجیکستان ذکر کرده است. طبق اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان در رابطه به افزایش قانونی منطقه و جهان و تهدید و خطرهای معاصر و مثل تروریسم و افراطگرایی و خرافات تعصب دینی از جمله عملهای تروریستی ماه سپتامبر سال روان در تاجیکستان روی داده تاکید نموده است که هر یک عضو حکومت مملکت، همه خادمان دولتی و جمعیتی و هر یک شهروند با آر و ناموس کشور پیوسته باید هوشیار و زیرک باشد و در تامین امن و ثبات و حیات آسایشته مردم فعالانه سهمگذاری نماید. هشداری امام علی رحمان به هر یک اعضای حکومت تا شهروندان عادی در حالی است که اخیراً در پی قصد تبادلات افسران والامقام وزارت مدافعه در مقامات قدرتی کشور تغییرات قدری صورت گرفت. در همین حال در ولایت چلیابینسک روسیه مقامات دادستانی، امنیت و امور داخلی ضمن یک عملیات مشترک شهروند 34 ساله تاجیکستان را بازداشت نمودند که در عضویت به گروه حاجی علی متهم می شود. طبق اطلاع رسانه‌های روسیه، بازداشت شده را جانب تاجیکستان طریق اینترپول با اتهام تشکیل اتحاد جنایی تروریسم و کشتار در پیگرد بین‌المللی قرار داده است. فعلا بازداشت شده و بازداشتگاه موقتی انتقال شده بوده. مسئله استعداد او به تاجیکستان بررسی می شود. همزمان در پایتخت روسیه وزارت امور داخلی این کشور باز دو شهروند تاجیکستان را با جرم نگهداری عراق و ماده ترکنده بازداشت نموده است. خبرگزار تاس امروز با تکیه به معلومات نماینده وکد النا الکسییوا در این رابطه می نویسد کارمندان سرریاست وزارت امور داخلی و ریاست خدمات فدرالی امنیت روسیه در شهر و ولایت مسکو از بازداشت شدگان 3 عدد تپانچه مکارف، حدود 50 دانه تیر و 171 گرم مواد تراتیل دریافت و مصادره کردند. ضمن ذکر می گردد که نسبت بازداشت شدگان مطابق کدکس جنایی روسیه عاید به غیر قانونی خریدن، انتقال، فروش، نگهداری، حمل و نقل یا نگهداری اسلحه، قسمت‌های اساسی آن، مهمات جنگی، پرونده جنایی باز شده است.
در برابر چنین خبرهای امروز سید مکرم عبدالقادرزاده ضمن خطبه نماز جمعه در مسجد مرکزی جوانان را از پیوستن به حزب و حرکت‌ها و گروه‌های افراطی هشدار داده ذکر نمود که این گروه از نام اسلام برآمد می‌کنند و قبله هر فتنه‌ای که در عالم اسلام سر می‌زند از دست همین گروه‌های افراطگرا و با نام اسلامی است. با ادعای رئیس شورای علما هر نفری که به این گروه شامل می شود مورد استفاده ابرقدرت‌ها قرار می گیرد، زیرا به تاکید وی امروز برای ضعیف کردن اسلام چنین گروه تأسیس داده شده در وقت ضروری به ضد هم می‌شورانند که در نتیجه مسلمان می‌کشد. رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان از جوانان و شهروندان کشور همچنین دعوت کرد که از پیروی بر رویه و مذهب‌های دیگر پرهیز کنند. عبدالقادرزاده با تاکید این نقطه که بیشتر مسلمانان کشور پیروی مذهب امام اعظم ابو حنیفه هستند از نمازگزاران دعوت کرد از پیروی بر رویه‌های دیگر مانند سلفی تکفیری و مانند اینا پرهیز کنند و نزدیکان و دوستان خود را هم آگاه کنند. در ناحیه جبار رسولف تاجران و صاحب ملکان بازار مرکزی از مجبوران کوچاندن آنها به بازار نوبنیاد اشراف اعتراف دارند. رادیو آزادی خبر می‌دهد که اعتراض تاجران چند روز پیش آغاز شده است و روز 25 نوامبر هنگام بازدید خبرنگار آزادی از این محل علاقه رسته‌های سبزیجات فروشی خالی شده بود. برخی از تاجران بازار مرکز ناحیه جبار رسولف میگویند که با صرف پول شخصی و قرض بانک برای خود دکان درست کرده نه برای فروش محصولاتشان مشتری پیدا کرده بودند. از این رو جای سردرآمد خود را ترک کرده و در بازار نفت کار را از صفر سر نمودن برایشان مشکل است. یک زن آردفروش از بازار مرکزی میگوید اگر این قبل آگاه میکردند این قدر سرسانه میشدیم. در بازار نفت سودایمان میمرد، قرضمان را چی طور و بانک برمیگردانیم. بنا به بعضی معلومات بازار نفت اشراف چند سال از جانب صاحبکار محلی ها بنیاد شده خیلی بزرگ و دارای انشاءات معاصر، راه‌های وسیع منفرش و شرایط بهترین به نظر می رسد، ولی این بازار نفت به دلیل در کنار شهرک رسولف جایگیر بودنش هنوز فروشنده و خریدار زیاد ندارد. همکنون مقامات این ناحیه با کش دادن تاجران آرد و غله، میوه و سبزیجات و گوشت تلاش دارند بازار نفت را به بازار اساسی تبدیل دهند. در این باره رئیس ناحیه جبار رسولف روز 12 نوامبر قرار را به امضا رسانیده فروش این نوع محصولات در بازار مرکزی را منع کرده است. هنرمند 44 ساله تاجیکی مقیم قزاقستان پرویز نظرف آلبوم نوی سرودهایش را به بازار عرضه کرد که به زبانهای تاجیکی، شغنانی و روسی ایجاد شدند. این آلبوم مکیدوما نامگذاری شده به گفته خود پرویز نظرف چند معنا دارد. مکیدوما اسم یک قبیله در افریقا است که اسم یک غذای ژاپنی است و مهمتر از همه از زبان شغنانی امک در خانه ترجمه می شود، گفته است او در صحبت با رادیو آزادی. همین معنای آخر این کلمه از همه بیشتر به صفتهای آلبوم نوی سرودها موافقت میکند، چون به گفته آوازخوان در این ویدیو کلیپ ها او همراه با دو برادرزاده‌اش هنرنمایی میکند. یکی از آنها پسر دلیر نظرف ابرار نظرف است که در تاجیکستان و روسیه کار و زندگی میکند. او افزود جریان ایجاد سرودی نخست توسط اسکایپ صورت گرفت و بعدا برادرزاده‌ها از شهرهای مسکو و کالینینگراد و الماتا آمده در استودیوی ثبت صدای پرویز نظرف آنها را ثبت کردند. تمام کار دو ماه ادامه کرده و در ماه نوامبر اولین سرود این آلبوم پخش شده است. پرویز نظرف میگوید متن و آهنگ تمام سرودها را عمک و برادرزاده‌های هنرمند یک جایه ایجاد کردند. آوازخوان میگوید برایش مسئله زبانی آهنگ در نوبت دوم میایستد. پیش از همه او بالای موسیقی و صدا کار میکند و بعدا با گفته‌اش موافق امر احساس و دل متن سرود را به زبان تاجیکی، شغنانی یا روسی و قزاقی و حتی انگلیسی ایجاد میکند. اکثر سرودهای آلبوم نفت و گفته‌اش از ترانه‌های تاجیکی عبارت است. پرویز نظرف نماینده خانواده معروف نظرف‌ها از تاجیکستان بوده 23 سال اخیر در قزاقستان زندگی و کار میکند و در این مدت 14 دیسک و بیش از 50 آهنگ ایجاد کرده است.
گرامی، این بود چند خبرهای مهمی روز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.